با توجه به تجربه‌ای که داریم میتونم یه راهنمای عالی داشته باشم براتون که بتونید فرش‌های افشان رو خیلی عالی انتخاب کنیم و نهایتاً از خریدتون راضی باشید. ببینید فرش‌های افشان تنوع رنگ خیلی زیاد داره. اینها همه فرش افشانه. زمینه تیره، زمینه بیج، زمینه توسی، این باعث میشه که بتونید با هر دکوراسیونی ست کنید. ضمناً گل‌های ریز و درشت، حاشیه‌های متفاوت، تنوع فرش تو فرش‌های طرح افشان زیاده. ضمن این که اگه جزء افرادی هستید که براتون مهمه که خریدتون توسط دیگران تایید بشه، اون هم فرش افشانه. یعنی فرش افشان با همه سلیقه ها، اگر نگیم با اکثر سلیقه ها تایید میشه. حالا اگر میپرسید که بهترین فرش افشان چیه؟ این سوال مهمیه. ضمن اینکه فرش افشان جزء اون طرح‌هایی هست که دموده نمیشه، این یه مزیت بزرگی محسوب میشه. ولی اگر براتون خیلی جنس فرش مهمه، فرش‌های 1200 شونه افشان با نخ آکریلیک هیت ست و فرشی که با دستگاه واندویل HCP بافت بشه و دارای استاندارد باشه، تقریبا جزء فرش‌های افشان تاپ وانه. دیگه شک نکنید که فرش عالی خرید کردید. البته باز هم اگر شک داشتید میتونید با کارشناسای ما در ارتباط باشین. اونها تمام شرایط دکوراسیون، سلایق شما در نظر میگیرن این موارد رو و فرشی که مد نظرتون هست حتما میتونید انتخاب کنید.